با من نامه تو نیامد ولیک دلم آگهی داد کن فال نیک نباشد بلای بد و مهربان رسد. زین سبب آمدم ناگهان. خطر بر سرت از چه آید پسر؟ تو گفتی که دو باشدت مهربان؟ یکی من اگر دیگری کیستم بگوی. تو را رشک آمد؟ زی تو خواست دارم که کجی مجوی. کی دوم؟ تو را خود پدر باشدوی. بگویم کیو کیست؟ نشان است که دارم و این راز چیست؟ کمی صبر کن بگویم همه. چو دارد پدرت از حد افزون ادو نهان داشتم از همه نامی او. زی نامش عجب نه شرم آیدت. چیسان بر زبان رانده این رای بد؟ مرنج از من مادری پاکبون. از اندیشه دارم دل پرزی خون. همه شبهت خار دارد مرا. ببخشو. چو او پهلوانی ندیده جهان. چی باشد ترانام؟ تا یک زمان چو ما را جدا کرد از هم قدر میفرمود نامش بیدارم نهان که تا نیز چون او شوی نامور. بدان نام او شهره عالم است. بدان سوی ایران برم لشکره و پیروز گردم. کجا رستم است بیابم و با او بجنگم. مگو صبر کن بیابم برا رو برو تن به تن بخوانم به جنگ. جانی مادر با رستمی شیرمرد و نیرو برابر منم در نبرد. قضا و قدر داند و دادگر کی یابد ظفر. خدایا بدان. چی شد با تو مادر؟ رستم تو را باشد پدر. چی بد نابراری؟ رهی حیله را ببایست جستن در این ماجرا. شد از راز آگاه سهراب لیک پدر از پسر بیخبر. همه شبه بگذشتی نک یقین. کشم لشکر سوی ایران زمین. ندانسته که راست خشمی بلند به فرمانی میهن در آید به جنگ. تو را سخت گیرد در آرد به چنگ. به میدان پدر را شناسی چیسان؟ شناسم چو بینم روخش در زمان. چیسان؟ از دمی تیغ و یال و برش. چو رستم به تیزی زند خنجرش نتانی شناسی ورا. تیغ او به یک آختن بگسلد جانی تو که خود آفریده. نه شمشیر من ببرد چنان سایقه سرزیدن. ببخشا بر این سادگی حاضرم دل و جان برای پدر بسپرم. ولی مادرم من زنی مشتی پر بسوزد بری هر دوتانم چه کر.